استاد والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين اما بعد حمد به الله و درود بر رسول. السلام علیکم جماعت المسلمین صاحبان ایمان و سامعان کرام. امروز که این مادری 87 سال حیاتی که در دنیا دید، این دنیا به این نگفت دنیا را پدرود گفت و به دنیای اخبار احدت کرد. خوشا به حال اون مادرایی که فرزندای خوب به دنیا میارن، تربیه میکنن، نماز خون میکنن و پس از او دنیا را پدرود میگن میآیند. حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در یک حدیث گوهرباری خود میفرماید که کدام غلامی که در خونه مولا 80 سال خدمت کنه رایگان آزاد میشود. رایگان به خدمت به هیچی. نیکی 87 سال در قید حیات بود، فرزندای خوب به دنیا آورد، 2 تن وسش، یکش قاری 10 پاره قرآن از یاد کردگی، یک تا دیگهش در این دور و زمان عالم فقه که هر خیل مسئله را جواب میده. از انا همین خون مادر اونها به دنیا آمدن که از دست اونها چندین شاگردی دیگه برآمده است، تعلیم میتین، تلاوت قرآن میکنن، یعنی که دیگر مسئله ها را میبینن. خوشا به حال اون مادرایی که همین تر فرزند به دنیا میارن. مادرها در نزد الله بزرگ بسیار قدر منزلتی بالا دارند، بسیار قدر منزلتی خوبی دارند در نزد خداوند. زنی که میگه حالتی که کسلی بیتارت میشود، یعنی که کسلی ماهیانه زنانه میشود، میگه الحمدلله خدا را شکر، برای اون واجب میشود جنت، برای همون زن واجب میشود جنت. مادر در دنیا مهمان بود، از این نسل باقی گذاشت در دنیا و خودش دنیا را پدرود گفت و به ته خاک اومد. خوشا به حال فرزندایی که برای این مادر خدمت کردند، برای این مادر نفقه آوردند، قطعی این مادر شیشتن صحبتی نرم گرم خوب کردند، دعای این مادر را گرفتند. انشاءالله که اون فرزندها هم از فرزندهای خود میبینند. وای بر حال فرزندایی که پدر مادر میرنجونن، پدر مادر از دنیا خفه میآیند، اون فرزندها هم از فرزندهای خودشون در همین دنیا میبینند. که حضرت مولوی میگه از مکافات عمل غافل مشو، گندم از گندم بروید جو ز جو. این چنین گفته است پیری معنوی، هرچی کاشتی همون را میدروی، چیزی کاشتی او را میدروی. مردی بود مادری پیرسال داشت و مادر در دوران پیرسالیش با کسل روحی گرفتار شد. هر روز که ای کار می اومد خانمش سری رهش می گرفت، می گفت این مادریت من شرمنده کرده است. در خدی کوچه می برایه، همسایه را حقارت می نه، سرش لیج می نه، کرتش می براره، همون ما شرمنده کرده است. بردارمو کسلی بلنسه کسلی روحی بسپارش بیا. این انسان میگو که با من مادرای شخیل من این مادر را میبرم در بلنسه روحی میسپارم، میام در پیش یه همسایه خیلی سرم بلند میکنم. یک هفته این کار دوام کرد، دیگه او زن قدی شوهرش گپ نزد که اگر همین کار نکنی من میبرم میرم از خونه تو. به خاطر رضایت همسر در سکسی از زندگی میکردن. ای تجا یک شب مادر از بس که کسل بود ای خانهش برآمده بود، به قریبی همون بالکن رفت که همسرش گفت بسیار حالت مناسبی خوبه، بیا بزنش تیله همینجا. برادر ته بزنه، میگم ای همینجا غلطی دو افتاد و مرد. مردم هم میدونن کسلی روحیه ای همین خلاص میشیم. عقلی مردک دزدید، مردک به خاطر همسر شو رفت مادر از بلندی تیله داد، رفت در تحت مرد. سر صدا کرد گریه کرد، دویدن اومدن تکوین تدریس کردن، مادر را بردن گور کردن. یک ماه پس خداونده که از بالا نظارت داره، پیغمبر میگه رضا الله رضا الوالدین، رضاگی من در رضاگی پدر و مادر شما. این مردک دیوانه کرد، این مردک کسل روحشی. این زنی که با مادری اون ایستاد با این همسر بسته، این همسر جدا شید
برد شوهر در دیونه خونه سپاری. در دیونه خونه اما در دیونه مرد از دنیا رفت. این را غضب خدا میگن ای مردم کسای دارای پدر و مادرند برای پدر و مادر خدمت کنند، دعای پدر و مادر را بگیرند. والله خداوند چنان کامراها داره، چنان نظارتت میکنه، هر یک قدمی تو در زیر نظر الله تیاره، در قلب چی نیت میگذره در پیش پروردگار تیاره. و این خاطر قدر مادرها را بدونه که رسول الله میگه اگر شما جنت بخواهید جنت در زیر کف مادرها کافتکاو کنه، کفای پای مادرها را بوسه کنه. تو میدهک بدی بدبخت و دنیا اومدی در یک شب 10 بار تر خبر میگرفت، تای پاتقاق میکرد، سینت میداد، دارو و دوات میداد. امروز مادر پیر شده است، نگاه بین که نمیآوه، فرزندا میگریزن، خیال میکنن که ما رنگی نمیشیم. خداوند تو را عید بدتر خار ذلیلت بکنه. کسای دارای پدر و مادرند برای پدر و مادر رحم کنن، خدمتی پدر و مادر را بکنن، دعای پدر و مادر را بگیرن. و اگر نه والله قسم به خدا و این جنایتی که در دنیا کرده که خداوند پاسخ او را برای تو میتیه و او خلاص نمیشه، در قیامت از در جنت ناامید میکنه به دوزخ ببره. وقتی میره به در جنت در بشامت بوی جنت میزنه، خواهانی در آمدنی که ملائکه ای همونجا ای گردنت میخپه میگه ای بدبخت اینجا برای تو حرام است، میبره در دوزخ پیش. انا به این خاطر ما باید قدر این پدر و مادر را بدونیم، خدمت این پدر و مادر را بکنیم، دعای پدر و مادر را بگیریم تا که روز قیامت رستگار شیم. پدر و مادری که به خاطر تو جوانی را به باد داد، همین مادری تو هم دختری خشروعی بود که ایقی به چند جوان میدوید، چند جوان لیکن طور بدبخت به دنیا آورد به خاطر تعلیم و تربیه تو جوانی را ایدست داد. برکای رو جینجک زدن، چشماش شقر شدن، قامتش خم شد، ای دوادوی تره. تو یک شهری رسیه میره میای مادر در خونه پاسبانی تو هی در حقیقت شب و روز دعا میکنه، تو ای رسیه میای تو در بری بالا میشونه و خودش دستنجی که در میشینه. وای بچه جان او قاشای سیاد بندرن. ایتا در مادرای با رحمند. اگر ما قدر اینها را ندونیم والله خدا نمیبخشه. و این خاطر بازم خطاب میکنم ای جوانایی که دارای پدر و مادر هستید، این پدر و مادر والله برای شما جنت ها، دو تا جنت است. خدمت میکنید دو جنت هم میاوی. اگر یکی باشه خدمت یک جنت. در همین دنیا کسی که برای پدر و مادر خدمت میکنه گویا که در درون جنت خدمت کرده است. برای شما جنت هم قدر پدر و مادر را بدونید. دائما سردار دولت تاکید میکنه که ای جوانا به قدر پدر و مادر برسید. خداوند این سروری در وطا در طور سری ما هم تسایبان نگه بداره که این قدر تعلیم و تربیه که برای ما و شما میتیه، امروز حالی هم جوانایی هستند که به قدر پدر و مادر نمیرسند. الان دره اومدیم یک آدم کلخوزآباد مهمونه به نام عبدالقهار یک سخن گفت که در جگری من درآمد، گفت امروز جوانای نامرد، فرزندای نامرد پدر و مادر کسل میشوند، میگریزن برای یک دور خریدن، میگریزن. راست میگه، رحمت کنه پدر و مادر. یک مادر 10 فرزند تربیه کرده، صاحب خونه و در کرده است، امروز در پسی گاوره کلین حالی هم نوسط جمهوری است. او 10 فرزند قطعی زن فرزنداشو عیش عشرت دارن. وقتی کسل میشوه یک تاش خبرگیر نمیاد که یک نفر منم که برای پاراستامول بگی بیا. اینقدر ضعیف شدیم، اینقدر بی ایمان شدیم، اینقدر ضعیف ایمان شدیم، اینقدر از خدا و رسول دین دور شدیم. وقتی که پدر و مادر خدمت نکردی تو دیگه کی نمیکنی؟ پدر و مادری که برای تو جان فدا کرد برای اون نکردی، برای کی میکنی؟ قصه را دراز نکنیم. اینجا اکی دملو حبیب نشتگن در افتاب دعا میکنیم پروردگار این مادری که اینقدر سال حیات دید، اینقدر فرزند به بار آورد، تعلیم تربیت داد، خیلی کسلی زیاد کشید که رسول اکرم میگه کدام انسانی که کسلی زیاد میکشه اون کفارتی گناهاش. خدا میگه من کدام بنده من دوست بدارم او را در دنیا کسلی زیادش میتم بابا پیش خدمت پاک و پاکیزه میرونش. امیده که از همون مادرای باشه که پاک و پاکیزه شادان به نزد پروردگار آمده باشه. امشب که شبی سخته، بسیار شب دشواره،
این خانه تنگ و تاریکی کرم ها های برای این مادر روزه از روزه جنت بگردونه و شب اولش آسان کنه، سوالی میکرد نکیش آسان کنه. این بستگانش که امروز از قفای با آب دیده آمدن، خداوند اینها را صبر جمیل عطا فرماید. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. حضرت جان دعا کنید. آمین. بیا گام خوری هست، خوری قیام کوه.